ارز اسکیل نتورک در ابتدای کار حدود 4054% رشد کرده و سود داده، اونم فقط توی 4 ماه و الان نزدیک به 2 سال و نیم هست که در حال اصلاح هست و به نظر میاد که رشدش داره شروع میشه. میخوایم با همدیگه بررسی کنیم ببینیم آیا چنین فرصت‌هایی یا مجددا به ما میده یا خیر. با من همراه باشید. درود بر شما دوستان، رامین هستم، تحلیلگر بازارهای مالی به سبک پرایس اکشن پیشرفته و RTM. امروز در خدمتتون هستم با تحلیل ارز اسکیل نتورک با نماد اختصاری SKL، صرافی بایننس و تایم فریم هم که طبق روالمون ماهانه. بریم با همدیگه بررسی کنیم. خب در ابتدا یک پامپ بزرگی رو داشته و به صورت اسپایکی هم بوده، توی 4 ماه عرض کردم نزدیک 4000% سود داده و رشد کرده و بعد از اون یک اصلاحی به صورت CP و فشرده داشته. در حال حاضر در شرایطی هست که داره یک بیسی رو میسازه. من بیس رو اینجا مشخص میکنم. این از بیسی که توی انتهای قیمت ما داریم، توی انتهای چارت داریم و یک بیس نزولی هم بالا ایجاد کرده. این رو هم مشخص میکنم و قبل از اینکه بریم سراغ در واقع تایم فریم پایین‌تر و بررسی بیشتری و دقیق‌تری رو داشته باشیم و سطوح بیس ها رو مشخص بکنیم، یک سری بزنیم به شماتیک رالی بیس رالی ها و پرایس اکشن پیشرفته برای دوستانی که آشنایی ندارن و یه مروری هم برای بقیه دوستان. و اونی که ما توی پرایس اکشن پیشرفته راجبش همیشه قبلا صحبت کردیم، هر وقت برای قیمت یک بیس ایجاد بشه، اتفاقی که برای قیمت میفته اینه که از بیس خارج میشه، پولبک کندلی به نزدیکی سطح بیس داره، بعد یک مومنتومی داره و بعد مسیر رو به صورت CP یا فشرده ادامه میده، بعد با مومنتوم برمیگرده به نزدیکی سطح بیس ولی به سطح بیس نمیرسه، برمیگرده سطح قبلی خودش رو اینگولف میکنه و بعد با مومنتوم برمیگرده به سطح بیس میرسه و این میشه پولبک موجی اکسپت بیس که شکل دیگه ای هم داره که توی کریپتو توی تایم فریم ماهانه و بزرگتر بیشتر این رو داریم میبینیم. تو ارزهای قبلی هم همینطور بوده و اون اینه که اول با مومنتوم بسیار زیاد میره بالا و بعد به صورت CP یا تری درایو مسیرش رو ادامه میده و برمیگرده به سطح بیس و از اینجا پولبک روندی شروع میشه که یک موج بزرگتریه و این موج قبلی خودش هم رد میکنه و اینگولف میکنه. در گذشته خودش هم یک گره و یک سطح مهمی رو هم رد میکنه و اینگولف میکنه و یک اصلاحی میکنه که معمولا به صورت QM هست، برمیگرده داخل بیس، یک سطح مهم FTC رو تاچ میکنه، یک سطح برگشته که باید اون رو مشخص بکنیم، بعد مجدد یک بیس کوچیکی میسازه، FTC خودش هم تاچ میکنه و بعد یک موج بزرگتری ایجاد میکنه و هر دو موج قبلی خودش رو رد میکنه. نکته‌ای که وجود داره اینه که این موج‌های بزرگ در واقع موج آخر و موج قبلی میتونه در تایم فریم‌های ماهانه کامل شکل نگیره و وسط راه یک بیسی بسازه و مجددا ادامه بده و بشه رالی بیس رالی که خب اکثرا هم می‌بینیم همین اتفاق داره میفته. خب بریم توی چارت ببینیم که در واقع ارز اسکیل نتورک کجای این در واقع قیمت هست، این مشخصات و بیس هست و این موج‌ها و قراره چه مسیری رو طی بکنه. خب توی اینجا الان یک بیس ایجاد کرده، عرض کردم خدمتتون، و یه بیس ریزش این بالا داشته. یه تایم فریم کم می‌کنم، میرم تایم فریم هفتگی که سطوح رو دقیق‌تر و بهتر مشخص کنیم. برای بیس بالایی که سطح بیس یعنی قسمت افتیاری که براش نیاز هست و نیاز به مشخص کردنش نیست ولی علامه میزنه که اینجا بوده که و بهش اکسپت هم کرده و ریزش اتفاق افتاده و پولبک روندیش رفته، سطح قبلی خودش هم رد کرده و اینگولف کرده طبق چیزی که توی شماتیک گفتیم و داره برمیگرده به سطح FTC بیس که خب تقریبا نواحی انتهایی بیس هم هست و البته رد میکنه میرسه به ATH بیس که اون رو هم علامت میزنه. و عرضم به حضور شما که توی انتهای چارت ما بیسی که جدیداً ایجاد کرده یک نفوذی داشته، داره برمیگرده پایین. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که ما نیاز به این داریم که بریم یک تایم فریم پایین‌تر، با زمان اول یک بیس رو مشخص کنیم. بیس کوچیک‌تری هم اینجا داریم که یک رالی بیس رالی اینجا ساخته. یه تایم فریم کم می‌کنم، میریم تایم فریم روزانه. توی تایم فریم روزانه نیاز به این هست که من سطح این بیس رو دقیق ترش کنم به این شکل. یک سطح افتیاری اینجا ما داریم، اون رو علامت میزنم، همین کندل مخالف که یک رالی رو ایجاد کرده. این میشه سطح این بیس و دوباره برمیگردم تا این فریم هفتگی، اینو یه خورده ادامهش میدم، اینم همینطور. خود این بیس بزرگتر رو هم ادامهش رو میکشم
خب حالا توی قسمت بالا ما یک سطح مهمی رو داشتیم اینجا، اینو علامت میزنم. یک گره بسیار مهم، یک اف الی داخل این کندل وجود داره تو تایم پایین تر که اونم در وسط اون گره هست. خب این رو هم مشخص میکنم. به این هم که دیگه خیلی کاری نداریم، فقط رسمش کردیم بدونیم که از اینجا طبق شماتیکمون ریزش رو داشتیم و اصلاح کرده بود. خب اتفاقی که اینجا باید بیفته چی؟ یعنی چه مسیری رو باید این ارز طی بکنه؟ این ارز خیلی جذابیت جالبی داره، به خاطر همین در واقع تیترش طوری هست که حالت فسفودی و تند و سریع براش اسم گذاشتم. اینه که خیلی سریع توی تایم کوتاه میخواد سود بلند به ما بده. خب بریم بررسیش کنیم. بازم اتفاقی که اینجا قرار بیفته، بعد از نفوذش باید یک ریزشی بکنه. ریزش هم به این شکل خواهد بود، برمیگرده پایین، یک اصلاح اینجا داره، بعد میاد به این سطحی که مشخص کرده میرسه. افتیار قیمت ها رو آخر سر مشخص کنیم، میاد تا اینجا و از اینجا مسیر خودش رو ادامه میده، میاد تا این حوالی. اینجا مجددا یه درگیری کوچیکی داره و بعد خارج میشه، یه پولبک کندلی، و بعد میریم به سطح این گره‌ای که این بالا مشخص کردیم تا در واقع اکسپتش رو انجام بده. خب بریم تایم فریم ماهانه. بعد از اون یک اصلاحی داره، برمیگرده اینجا به سطح بیس و از اینجا مسیر رو ادامه میده، میرسه تا این نقطه، یعنی همین سطح بیس قبلی ما اینجا، و اینجا رو یه اینگولفی انجام میده، یک بیس بزرگتر اینجا ساخته میشه به این شکل. و اتفاقی که براش میفته دوباره همون چیزی که قبلا راجعش صحبت کردیم، باز یک پولبک کندلی و اکسپت و از اینجا هم از ATH این ارز کاملا خارج میشه و سودی خواهد بود. سودهای خیلی خیلی جذابی تو تایم کوتاه داره. بریم با هم بررسیش کنیم. اول این کلیاتش رو ببینیم. من اون بالای ATH رو حدودی میزنم دیگه، یعنی اگر ما بخوایم فیبوناچی هم استفاده بکنیم چون گذشته نداره از اکستنشن، تقریبا یه چنین چیزی میشه. و حالا تا 1.27 فیبور هم در نظر بگیریم، حدودا من دیگه فیبور رو اول پاک کنم چون کاری بهش نداریم. حدودا از همین جایی که الان هستم، از جایی که قرار اصلاح تموم بشه و برگرده بالا تا اینجا، حدود 7413%. تا ATH خودش که برامون مهمتره 4470، یعنی تقریبا با همین 4000% ابتدای کار برابری میکنه. سود خیلی جذابیه این و میتونیم ازش استفاده بکنیم توی. خب ببینید اینجا 4 ماهه رفته بالا، 2 سال و نیم حدودا طول کشیده اومده پایین و بالا رفتنش هم باز به صورت پامپ خواهد بود، یعنی میتونه توی 4 5 ماه 6 ماه این 4000% رو بده، یعنی زیر یک سال در سال، بگیم 5 6 ماه هم نباشه، اصلا بگیم 8 ماه 9 ماه، زیر یک سال میتونه 4000% رو بره. حالا جذاب‌تر از اونش این قسمت‌های پایینه که قرار سودهای بلند بزرگ رو توی خیلی کوتاه مدت بده. من 4 تا بزرگترش بکنم. یه ریزش که داریم، این ریزش حدوداً از همین جایی که الان هست تا این نقطه 36% ریزش داریم. یه سیل شورت البته خیلی خسته کننده است، خیلی خود کند خواهد رفت اینو، ولی خب شاید هم یه خود سرعتش تند شد به خاطر اینکه حالا بازار الان طوریه که یه سری ارزها توی شرایط پامپ قرار دارن، شاید سریع هم بره، خیلی هم دقیق نمیشه گفت، ولی مهمه که حالا 36% اینجا ما یه افتی داریم، یه ریزشی داریم، میشه سیل شورتش رو گرفت. از اینجا تا سطح این بیس ببینید این چقدر جذابه، 110%، 104%. این 104% ببینید کندل تایم فریم ماهانه است، این کندل هم کندل یک ماه است، یک کمتر از یک ماه میتونه اتفاق بیفته. و بزرگترش رو بخوایم در نظر بگیریم، از اینجا بگیریم تا اینجا که این اکسپت بیس تموم بشه، 287%. زیر تقریبا 2 ماه من فکر میکنم این اتفاق بیفته و خیلی سریع این رشد رو خواهد کرد. و بعد از اون مجددا یک اصلاحی داره از اینجا تا سطح بیس که حدود 50%، باز یک سیل شورت خیلی جذابی داره و بعد از اون دوباره از اینجا رشد میکنه تا سطح این بیس، بیارمش پایین تر، از این نقطه تا سطح این بیس 472%. اینا میتونه 2-3 ماهه باشه، اینم خیلی جذابه. و یا از همینجا بگیریم تا ATH 2250% که اینم درصد خیلی جذابه. کلا فرصت خیلی جذابی داره توی کوتاه مدت، سود بسیار بلند. به نظرم این جزء اونایی که حتما توی سبدتون قرار بدید،
جزء ارزهای ریسک متوسط هم میتونه باشه، تقریبا پر ریسک نیست، ریسک تقریبا متوسطه و میتونه باشه یه سرمایه قابل توجه، ولی از منظورم از قابل توجه نه سرمایه زیاد، سرمایه کم باشه، یعنی شما تقریبا تو محدوده همون پر ریسکا در نظر بگیرید که بتونید به موقع ازش استفاده بکنید. خب سوداش کاملا مشخص شد، مسیرم کاملا مشخص شد. بریم برای قیمت گذاری سوتو. قبل از اینکه بریم سراغ قیمت گذاری، ممنون میشم تا اینجای ویدیو اگر براتون مفید بوده و دوست داشتین حتما لایک کنید، کامنت بذارید و همینطور ارزایی که دوست دارید تحلیل بشه مثل همین است که باز پیشنهاد خود شما دوستان هم بود به ما معرفی کنید، توی کامنت ها بنویسید، به ترتیب اولویت حتما انجام میدم و همینطور سابسکرایب بفرمایید، زنگوله رو فعال بکنید تا ویدیوهای بعدیمون رو هم به موقع و سر به زنگوله در واقع دسترسی بهش داشته باشین و ببینید و استفاده بکنید. و همینطور پیشنهاد میکنم توی کانال تلگرامی هم که این زیر الان زیر نویس میشم حتما عضو بشید که لینک این ویدیوها رو اونجا کاملا زودتر و به موقع دسترسی داشته باشین و همینطور زمان ورود و خروج هر کدوم از اعضایی که داریم تحلیل میکنیم اونجا یادآوری میکنیم که فرصت مناسبیه برای سودآوری براتون، کانالم کاملا رایگانه. و همینطور دوستانی که تمایل دارن این سبک رو یاد بگیرن، یعنی پرایس اکشن پیشرفته و RTM رو، توی دیسکریپشن این ویدیو آیدی تلگرام بنده هست، به من پیغام بدن، راجع به شرایط کلاس با هم صحبت کنیم. بریم سراغ قیمت گذاری سوتو. خب از همین بیس کوچیک شروع میکنم که قیمت سطح بیس و اون افتیاره هست اینجا 0.26 تا 0.29. سطح بیس بالاییمون هست 0.54. این محدوده‌ای که ما ازش بیس اکسپت میکنه و ریزش میکنه، یک اصلاح در واقع میکنه 0.98 در واقع تا 0 دیگه 0 نه دیگه 12 صدم. و سطح این بیس 32 صدم. ATHش هم که مشخصه 1.29 هم ATHشه و بعد هم که انتظار داریم این ATH خودش رو رد بکنه، اینگالف بکنه و بره بالاتر و سود بزرگتری هم به ما بده. ولی خب ما همون تا ATHش هم فعلا بگیریم خیلیه، تا همین جا هم بگیریم که 200 فکر کنم 60-70% خیلی جذابه. این فرصت رو اصلا به نظر من به هیچ عنوان از دست ندید. این دیگه کاملا همه شرایطش رو مشخص کردم، یعنی حتی رفتیم تایم فریم پایین، اومدیم تو دیلی، ببینید چه ریزشی داره میکنه، اینجا کاملا مشخصه. میایم تا این نقطه و از اینجا سودمون اتفاق میفته. 4 ساعتش هم بکنم باز کاملا خیلی دقیق و جزئی مشخصه که ما این ریزش رو داریم. فقط عرض کردم خدمتتون ما میایم پایین، یک اصلاحی به سمت بالا داریم، بعد میریزیم پایین و بعد از اینجا سود اتفاق میفته. پس کاملا دیگه مشخص کردیم اینو، عدداش هم مشخصه، حتما به موقع ازش استفاده بکنید. بریم تا این فریم هفتگی. خب نکته دیگه که راجع به این ارز بخوام بگم، ما یک عکس العملی هم در آینده اینجا البته خواهیم داشت که همینی که عرض کردم خدمتتون. قبل از اینکه به ATHش برسم من FTC رو ادامه دادم که دیگه مثلا علامت هم بزنم. یک اصلاح جزئی داره FTC اینجا، FTC اینجا پرقدرت نیست و برمیگردیم ما به این سمت. چرا مشخص نشد؟ شد. خب و برمیگردیم سطح بیس و از سطح بیس دیگه ATH رو رد میکنیم. این رو هم علامت بزنیم، به نظرم ضرر نداره. قیمتش میشه 0.67 نه دیگه 67 صدم، باز عادت کردیم همش بگیم 0.67 صدم تا 1.099 قیمت سطح این FTC خواهد بود و تمام. و عرضم بزرگ شما که پیشنهاد میکنم این ویدیویی هم که الان دارین تصویرش رو میبینید و عکسش هم اینجا هست حتما مشاهده بکنید که تو اون ویدیو هم شرایط بسیار جذابی مثل همین سیل شورت ها و لانگ های بسیار خوبی داره، هم کوتاه مدت هم میان مدت و هم بلند مدت، که بتونید از اونها هم استفاده بکنید و براتون سودآوری داشته باشه.